توی خواب چربی های شکم پهلوتون رو رنده میکنه. بعد از 5 روز با شکمت خداحافظی کن. تا آخر این ویدیو همراه من باشو. مثل همیشه لاک یادت نره. نیاز داریم به 1 قاشق چایخوری پودر دارچین، 1 قاشق چایخوری سرکه سیب، 1 لیوان آب ولرم و نصف لیمو ترش. اینا رو با هم دیگه ترکیب کن. 2 ساعت قبل از خواب شبها ازش استفاده کن. تا 5 روز چاقی شکم پهلوتون رو از بین میبره و ضد بلغم قویه. حالا اگه میخواید توی 1 ماه 11 کیلو به صورت اصولی بدون بازگشت، اونم به صورت کاملا طبیعی با یه مکمل فوق‌العاده، فقط عدد 11 رو کامنت کن. یادت باشه حتما باید پیجم رو فالو داشته باشی تا داخل دایرکت برات راهکارش ارسال بشه. این ویدیو رو بفرست برای هر کسی که چاقی شدید شکم پهلو داره. شاد و سلامت باشید.